یه بنده خدا یه روز رفت سلمونی. وقتی آرایشگر شروع کرد به کار، سر حرف راجع به خدا باز شد. آرایشگر گفت فقط باید بری تو خیابون تا بفهمی که خدا وجود نداره. من نمیتونم تصور کنم خدایی که اینقدر مهربونه، خدایی که اینقدر میگین خوبه، این همه درد و رنج و مریضی بده. مشتری اونجا جوابی نداد چون نمیخواست بحثی رو شروع بکنه. درست بعد از اینکه رفت بیرون، یه بنده خدایی رو تو خیابون دید که مو و ریش خیلی بلندی داشت. برگشت تو مغازه به سلمونیه گفت ببین آرایشگر تو این دنیا نیست، وجود نداره. یهو بنده خدا آرایشگرم بهش برخورد. جواب داد من آقا اینجا آرایشگرم، همین الان داشتم رو سر شما کار میکردم. مشتری هم جوابش اینجور داد ده نده، اگر آرایشگر وجود داشت مردم این همه سر کله ژولیده و ریش بلند که نداشتن. پس آقا آرایشگر نیست. آرایشگرم اینجا عصبانی شد، گفت خب اینا نمیان پیش من، وگرنه من با جون و دل براشون اسلام میکردم. مشکلشون اینه که خودشون نمیان. اینجا حرفشو تایید کرد، گفت دقیقاً نکته همینه، خدا هم وجود داره، مردم از خدا طلب نمیکنن، نشونه و سیگنالایی که خدا بهشون میده رو نمیبینن، به خاطر همینه که درد و رنجشون هم زیاده. زندگی هم همینه رفیق، هیچ دین و مذهب و اعتقادی رو هم قصد ندارم زیر سوال ببرم. این چیزیه که خودم با تمام وجود حسش کردم. دستای خدا رو زمینن. وقتی چیزی رو عمیقاً از ته دلت خواستی، نشونه هایی که میاد سمت تو ببین. شاید این کمی الانم داری این ویدیو رو تماشا میکنی هم اتفاقی نباشه.